بچه هاتون رو دائما از طرف خانواده پدری دارن باشون کلنجار میرن و میخوان بهشون ثابت کنن که تمام تقصیرات از طرف مادر بوده. شما از این بابت خیلی ناراحت و نگران هستیم. در آینده فرزندانتون خودش متوجه میشن که مقصر کار شما نبودی. این وسط قربانی روحی میشن. ببین شما باید چه کار کنید؟ تحت هیچ شرایطی نگید بابات بد بود، نگید خانواده فلانی بد بود. فرزنداتون اگه اومد خیلی عادی مثل یه مادر باشون صحبت کنید. چرا اینو میگم؟ به خاطر که خانواده پدری دائما دارن میگن که مادرت اینجور اونجور اونجور بود، ذهنی دارن خستهش میکنن، بچه متوجه نمیشه. ولی مادر با عشق، با محبت فرزندش رو نگه میداره. اگرم پرسیدن ازتون دلیلش چی بود، یه جواب سطحی بدین، کسی رو خراب نکنین. بچه متوجه میشه کی کیو خراب میکنه